مشهد داره این روزها وارد نسل تازه‌ای از هتل‌ها میشه و هتل قصر و ضیافه نور جدیدترین این نگاهه. چقدر مانده به حرم، اما با نگاهی متفاوت تر از چیزی که این روزها میبینیم. اتاقهای طبقات نور غرق آبی فیروزه‌ای، رنگی که انگار آرامش را وارد فضا، مدرن آرام بدون تجمل و شلوغی. از این راهروی گرم با معماری ایرانی که عبور میکنی کم کم فضا عوض میشود. نورها نرمتر و حسها عمیق‌تر و بعد میرسی به مجموعه آبی که طاق‌ها و نقوش سنتی ایرانی روی انعکاس آبی رنگش جان گرفتن. استخر هتل قصر و ضیافه نور یکی از آرامش بخش‌ترین استخرهایی است که تا حالا دیدم. انعکاس آبی فیروزه‌ای آب، طاق‌ها، نورها حس فضا رو کاملا متفاوت کرده. اما به نظرم برای من نقطه اوج این هتل کافه رستوران سلامه، مخصوصا تراسش با اون ویوی بی‌نظیر. چای میریزی روبروی حرم و برای چند دقیقه همه چیز آرامتر میشود.